بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان به ملت عزیز و بزرگ ایران. اولا یاد شهیدان گرانقدر حوادث اخیر رو گرامی می‌دارم. سرداران شهید، دانشمندان شهید که حقاً و انصافاً ارزشمند بودند برای جمهوری اسلامی و خدمت کردند و امروز در پیشگاه پروردگار پاداش خدمات برجسته خودشون رو دریافت میکنن انشاءالله. لازم میدونم به ملت بزرگ ایران تبریک عرض بکنم. چند تبریک به ملت عرض میکنم. یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیست. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریباً از پا در آمد و له شد. فکر اینی که چنین ضرباتی از سوی جمهوری اسلامی ممکنه بر رژیم وارد بشود در ذهن اونها، مخیله اونها خطور نمی کرد و اتفاق افتاد. خدا رو سپاس می‌گذاریم که به نیروهای مسلح ما کمک کرد، توانستند از دفاع چند لایه پیشرفته اونها عبور کنند و بسیاری از مناطق شهری و نظامی اونها رو زیر فشار موشک‌های خودشون و با تهاجم قوی سلاح پیشرفته خودشون اونها رو با خاک یکسان کنند. این یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است. این نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی بدانه که تعرض به جمهوری اسلامی ایران هزینه برای او ایجاد میکنه، هزینه سنگین برای او به وجود میاره و ایجاد میکنه و به حمدالله این اتفاق افتاد. افتخارش متعلق به نیروهای مسلح و مردم عزیزمون هست که این نیروهای مسلح رو از درون خود ایجاد کردند، تربیت کردند، پشتیبانی کردند و دست اونها رو برای انجام یه چنین کار بزرگی فراهم کردند، قوی کردند. تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمون بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد برای اینکه او رو نجات بده، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. به مراکز هسته‌ای ما حمله کردن که البته این در خور پیگیری جزایی در
دادگاه‌های بین المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره. هر کسی میشنید اون حرفها رو، میفهمید که در زیر ظاهر این حرفها یک حقیقت دیگری وجود داره. کاری نتوانستن انجام بدن، به مقصودی که داشتن نتوانستن برسن و بزرگ نمایی میکنند تا حقیقت رو بپوشانند و مکتوم نگه دارند. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلا جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه، پایگاه العدید، حمله کرد و خساراتی وارد کرد. همون کسانی که در اون قضیه بزرگ نمایی کرده بودن در این قضیه سعی کردن کوچک نمایی کنن، بگن هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که اتفاق بزرگی افتاده بود. اینی که جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه به مراکز مهم آمریکا در منطقه و علیه اونها هر وقت مقتضی دانست اقدام بکنه، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بزرگی است. در آینده هم این حادثه قابل تکرار است در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. تبریک سوم تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایرانه. بحمدالله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم، بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می کنند، ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردند. بعد از این هم همین خواهد بود. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد و به حمدالله این اتفاق افتاد. نکته‌ای که من میخوام به عنوان یک نقطه اساسی عرایزم عرض بکنم اینه که رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. تسلیم بشه. بحث غنیسازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه میافکنند، هر دفعه هم یه بهانه‌ای دارن.
یه بار حقوق بشره، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زنه، یک بار غنیسازی است، یک بار اصل مسئله هسته‌ای است، یک بار مسئله ساخت موشک. بهانه‌های گوناگونی میارن، اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه. قبلی ها نمی گفتن این رو، چون این قابل قبول نیست، در هیچ منطق بشری قابل قبول نیست که به یک ملتی بگن بیایید تسلیم بشید. لذا اون رو زیر عناوین دیگری پنهان میکردن. این شخص لو داد، اون حقیقت رو نشون داد، فهمید که فهموند که آمریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی میشوند و نه به کمتر از او. و این یک نقطه مهمی است ملت ایران بدانند. معارضه با آمریکا اینه و این اهانت بزرگ به ملت ایران رو آمریکایی ها دارن و چنین اتفاقی هم هرگز نخواهد افتاد، هرگز نخواهد افتاد. ملت ایران ملت بزرگی است، ایران کشور قوی و پهناوری است، ایران دارای تمدن کهنی است. ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکاست. اینی که ایران رو کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، این یکی از اون مهملگویی های غلطی است که یقینا مایه استهزاء افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی و امیدواریم خدای متعال این ملت رو در زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بداره. امام بزرگوار رو درجاتش عالی کنه و حضرت بقیت الله ارواحنا فدا رو از این ملت راضی و خوشنود کنه و کمک اون بزرگوار پشتیبان این ملت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.